مقامات آمریکا و ایران روز 26 میون گفتند که برای از سر گرفتن مذاکرات پیرامون برنامه هسته‌ای تهران در تماس هستند، اما هیچ مذاکره رسمی برنامه‌ریزی نشده است. Good afternoon, everybody. Good to see all of you. کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید در یک نشست خبری گفت که آمریکا با ایران و میانه‌روهای آن در تماس است و عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به تلویزیون دولتی گفت که دیپلماتی در جریان است و تماس‌ها از طریق کانال‌های گوناگون ادامه دارند. عراقچی افزود هیچ توافق، برنامه‌ریزی یا گفتگوی برای آغاز مذاکرات نو صورت نگرفته است. رئیس جمهور دونالد ترامپ که روز 25 میون در نشستی ناتو در گاگ سخنرانی می‌کرد گفت امریکا هفته آینده با تهران مذاکرات برگزار می‌کند. آنها دیگر با هم نمی جنگند. به قدر کافی جنگیدند. مثل دو کودکی که در پشت مکتب می جنگند. می دانید که آنها بسیار سخت می جنگند. نمی توانید پیش راهشان را بگیرید. اجازه می دهید که 2-3 دقیقه بجنگند، بعد پیش راهشان را گرفتن آسان می شود. ششمین دوره گفتگوهای آمریکا و ایران در عمان به روز 15 ایون برنامه ریزی شده بود، ولی بعد حمله های نیروهای اسرائیل در روز 13 ایون به ایران آن را لغو کردند. عراقچی ضمن صحبت در تلویزیون دولتی ایران تصدیق کرد که حمله های هفته گذشته نیروهای آمریکایی به تأسیسات اتمی ایران آسیب قابل توجه به زیربنیادهای اتمی رسانیدند. پیش از اظهارات عباس عراقچی روز 26 میون شورای نگهبان قرار پارلمان ایران را برای بازداشتن همکاری کشور با آژانس بین المللی انرژی اتمی تصویب کرد. قرار با 221 رأی موافق و به هیچ رأی مخالف در پارلمان ایران تصویب شد و شورای عالی امنیت ملی باید درباره آن تصمیم نهایی را بگیرد. خدا رو سپاس می‌گذاریم. شورای عالی امنیت ملی ایران رسما تابع ریاست جمهور است، اما مانند همه نهادهای اساسی ایران به آیت الله خامنه‌ای پاسخگو است. قطع همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی بدین معناست که ایران درباره فعالیت‌های اتمیش به این سازمان دیگر گزارش نمی‌دهد، اگرچه بر طبق عهدنامه منع گسترش سلاح‌های اتمی باید این کار را کند. تهران مدت هاست آژانس بین المللی انرژی اتمی را به آن متهم می‌کند که تمایل به ضد ایران دارد و در این زمینه با قدرت‌های غربی و اسرائیل همکاری می‌کند. رافائل گراسی مدیر آژانس سال‌هاست شکایت دارد که ایران در تحقیق مرکزهای پیشینه هسته‌ای و اعلان ناکرده خود با سازمان آنها همکاری نمی‌کند. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت بدترین سناریو این خواهد بود که تهران اکنون از عهدنامه منع گسترش سلاح‌های اتمی خارج شود. ماکرون پس از نشست اتحاد اروپا در بروسل به خبرنگاران گفت برای حفظ این عهدنامه روزهای آینده با 5 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتگو می‌کند.